سلام، خبرهای رادیوی آزادی را از روز چهارشنبه 14 ینور من خیرمان بقوزاده تقدیم میکنم. روز چهارشنبه شماره نوی مجله هجوی شارلی ابدو با تصویر گریه‌آلود پیغمبر اسلام در مقواش با تعداد 3 میلیون نسخه نشر شد. این اولین شماره بعد حمله های تروریستی یک هفته پیش بالای دوره هفته‌نامه شارلی ابدو است که در پی آن 3 روز دیگر در پاریژ در برابر ژورنالیستان و افسران پلیس در مجموع 17 نفر کشته شدند. ضمناً امروز مسئولیت حمله دهشتبار بالای نشریه حجبی را گروه یمنی القاعده در نیم جزیره عرب به عهده گرفت. حمله های تروریستی پاریژ باعث موج اعتراضها در سراسر اروپا شد. محکوم کنندگان این عملها شعار من شارلی هستم را در شبکه‌های اجتماعی و هم در راهپیمایی‌ها و جمعیت‌های اعتراضی به زبان می‌آورند. ضمناً اخیراً سامانه رسمی سفارت تاجیکستان در فرانسه با اشاره به حادثه‌های پاریژ مورد حمله هکرها قرار گرفت. در طول 3 روز گذشته در صحیفه اصلی این سایت نوشتجات مسلمانم من نه شارلی ظهور کرد. سفیر تاجیکستان در پاریژ این خبر را تصدیق کرد. این خاکرویی که اینا در این کار کردگی هستن که اینا پیش هم معلوماتی که من دارم حتی سایت سازمان ملل متحد هم حتی هم میخره از جمله خیلی نکن هم خشوت نسبت ما نمیخنه که کار کرده شده نگان و مشکلی نیست. این حل شونده است نسبت به فرانسه و فکر من میخل هجوم ها رفته ایستاده است. این چندین سایت ها هم خشودگی هستن نصیبه ما هم همین خبرها را با تحولات آخری تاجیکستان پی میگیریم. در دوشنبه روز 14 ینور نشست سالانه خبری خدمات گمرک تاجیکستان برگزار شد. مسئولین این نهاد از کار رئیس خدمات گمرک رستم امامعلی ستایش کرده گفتند که با آمدن او نشاندادهای این نهاد بهتر شده است. نعمت‌بای رحمتوف معاون رئیس خدمات گمرک تاجیکستان که از رهبریت این نهاد نمایندگی میکرد گفت رستم امامعلی در یک دوره حساس رهبری این نهاد را به عهده گرفت. 204 میلیون سومانی از نقشه پیش بینی شده بیشتر جمع آوری کرده شد. در شرایطی که شما خودتان میدانید تاثیر عامل‌های بیرونی امروز وضعیت اقتصادی جهانی چگونه است، با قیمت تحریم‌هایی که در وابسته به این واقعه‌های در اوکراین رخ داده و یک قطار عامل‌های دیگر بودند که تاثیر گران جدی آنها پیوسته در تجارت خارجی به مشاهده می‌رسد. رستم امامعلی پسر کلانی رئیس جمهوری تاجیکستان در ماه نوامبر سال 2013 رئیس خدمات گمرک تعیین شد. نعیم منصورزاده رئیس سود عالی اقتصادی تاجیکستان میگه درباره دست به قانون شکنی ها زدن زیردستانش خبر ندارد و آنکه در یک سال آخر 2 سودیه و دیگر خادمان با اتهام پاره‌گیری بازداشت شدند مربوط به او نیست و گفت تعیین سودیه ها مسئولیت دستگاه اجرایی پرزیدنت است. این در حالی است که مفتشان آژانس ضد فساد کارمندان سود را در گرفتن در مجموع قریب $70,000 پاره متهم میکنند. در نشست مطبوعاتی روز چهارشنبه ژورنالیستان در مراجعت به رئیس سود سوال کردند که چرا این نهاد در قرارش از منفعت‌های نهادهای دولتی بیشتر حمایت میکند. نعیم منصورزاده گفت این ادعا اساس ندارد. در دست ما چند تا مکتوبایی که مروان کردیم نسبت به تحلیل کردیم از همین پرونده‌ای که بررسی شده 4 تاش رد کرده شده است. با گفته نعیم منصورزاده بحث اخیری میان کمیته انداز و شرکت‌های موبیلی بیلاین و مگافون به فایده شرکت‌های مخابراتی حل شده است. کمیته انداز تاجیکستان ادعا کرده بود که این شرکت‌ها باید به منفعت دولت 10 میلیون سومانی انداز سپارند. در پارلمان تاجیکستان امروز با هنگام بررسی طرح قانون درباره فعالیت علمی رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان با پرزیدنت فرهنگستان علوم تاجیکستان در مسئله فعالیت عالمان وارد بحث شدند. از جمله محیدین کبیری از مشخص شدن فعالیت عالمان مخصوصاً وارد نمودن اساسهای اخلاقی به تحریر نوی قانون استقبال کرد و گفت وقتی آخر عالمان به جای اختراع و کارهای علمی به مسائل سیاسی دست میزنند و افزود خوب می بود علم را از سیاست جدا کنیم چون اگر علم سیاسی شد آن دیگر علم نمی شود، باید سیاست علمی شود، گفت محیدین کبیری. در نوبت خود رحیمی گفت عالمان وظیفه دارند روندهای سیاسی را آموزند و تحلیل کنند و به مردم خلاصه های درست پیشنهاد نمایند. علم تمام پهلوهای حیات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مملکت را باید آموزد، بها دهد و تحلیل کند. و این نظر شخصی اون کس است.
شکل مفصل این خبر و ویدیوهای بیشتر در سایت اینترنتی رادیوی آزادی، شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، توییتر، یوتیوب و همزمینه رادیوی آزادی برای تلفن‌های همراه دسترس است.